گفتین من کمکتون میکنم. دست شما در نکنه. شما یه روز دست برمید نخواستم مزاحم شما بشم. امروزم برای درس نیومدیم. گفتم که این روزا شما دردسرتون زیاده. گرفتار من نشین بهتره. بعدم منم کار زیاد دارم این روزا. میبینین که بدون تایی باید مراسم رو برگزار کنم. دست تنها که نیستین، من هستم. بعد میتونم به بچهای مسجد بگم، هاشم و بقیه بچه اصلا بهتره شما بیشتر پیش تایه باشین. دست شما درد نکنه آدم. ولی من و تایه عدد نداریم کارمونو کسی دیگه انجام بده. من کار بدی کردم، شما ناراحتین از من؟ نه، چرا اینجوری فکر میکنین؟ من میدونم از روزی که منو دیدین من فقط براتون درد سر داشتم. مگه میخوایم برین؟ من نه، ولی شیرین تا یکی دو روز دیگه برمیگره تهران. شیرین تو خونه ما بزرگ شده، ما همسنیم. من خیلی بهش مدیونم. اون اولین کسی بود که کتاب غیر درسی داد دست من، بهم فهموند که باید تو زندگی هدف داشته باشم. چرا اینا رو به من میگین آقادم؟ برای اینکه شما بدونین من شیرین رو خیلی دوست دارم، به عنوان دخترم، نه چیز دیگه. ولی شیرین خانم شما رو یه جور دیگه دوست داره. تجربه من ثابت کرده برای زندگی کردن فقط دوست داشتن کافی نیست. پس تکلیف علاقه اون چی میشه؟ خونم میگرده یه آدمی شبیه به سلیقه خودش پیدا میکنه. از کجا معلوم؟ شاید شبیه هم بودیم. هر کی وضعیت خودشو بهتر میدونه. من نمیتونم الان به چیزی متحد بشم. یعنی اگه متحد بشم خانواده‌ام دچار دردسر میشن. یعنی میخوایم برای همیشه تنها باشین؟ درستون مهمه، واقعا مهمه. من فردا تو امامزاده منتظر دارم. پدر عزیز من، شما ماهگل رو آهو دیدی تیرت به خطا رفت، یا اینکه چشمات عیب پیدا کرده؟ بد نمیشد برای تو ماهگل طرف میشد و منو کت بسته میبردن. برای خودت میشدی خان. شما همیشه به دید منفی به من نگاه کردید خانه بزرگ، اما من هرگز راضی به این نبودم که شما به زندان بیفتید. اگر باز در این اتاق بسته باشه یک بلایی سر خودم میارم و جوری که تو هم بخوری زمین. من اگر شما رو تو این اتاق نگه داشتم به صلاح دید خودتون بوده، به خاطر اینکه بلند نشین تمام اموالی رو که این همه سال براش زحمت کشیدید یه شبه به باد بدید. تو چند سالته؟ چند سالته؟ من از وقتی قاجار سر کار بود و به یاد دارم تا وقتی این قزاق میرپنجی کودتا کرد و مملکت رو گرفت دستش تا امروز
با این همه دیده میگم الان وقت مدارا با رعیته. با کمال احترام با شما مخالفم. الان موقع مدارا نیست. داستانهای شما همیشه شیرین بوده برای من پدرجان، اما من الان خستم و ترجیح میدم که برم و بخوابم، استراحت کنم. من بارها مرده باد و زنده باد شنیدم از دهن این مردم. اوضاع فرق کرده، نباید سرشاخ بشی باهاشون. باد همیشه هست، میاد و میره. شما پیر شدی، میترسی باد بیاد بچای. نمیخوام اون روزی رو ببینم که دنبال یه سوراخ موش میگردی. دیشبم دیدم جیک و بوگت با این سیروس زیاد شده. رها کن این آدم رو، برای خودت میگم، همرنگ جماعت شو. دنیا عوض شده، ما به امثال سیروس خیلی نیاز داریم. این قصه معدنم تمومش کن، کش نده این داستانو. کش دادنی در کار نیست. یک مالی بوده غیر رسمی ادارش میکردم، حالا دارم به طور رسمی ادارش میکنم. فقط همین. من و پدر نازبانو اونو نمک خوردیم با هم. خدا رحمتش کنه، مرد خوبی بود. و اما یه چیز دیگه، من از این در میرم بیرون، درم قفل نمی کنم، اما فقط به یک شرط، که شمام توی کار من دخالت نکنی. وگرنه کلامون میره توی هم دیگه. اگرم نگران مال و اموالتی، توصیه میکنم همه رو به نام من بزنی که یه موقع مردم نیان ازت بگیرن. اینجوری برای خودتونم بهتره. شب خوش پدر. این صدا چیه؟ نکنه حالا خان بد شده باشه. رسیده؟ آب گرم کردی؟ خلیل نیامده؟ خدای خلیل کجا رفته؟ زهرا اسماعیلی بگو دم دست باشه. نازبانو خانم دردش گرفته، خانم دردش گرفته. این قابله نیامده آقا، هنوز نیامده. یعنی بمیرم. خانم قرار بود 2 ماه دیگه بچه‌شو به دنیا بیاره، نه حالا. نگران نباش نازبانو جان. گفتن بچه ها رو ببرم بیرون. تو بیا بریم. نمیام. خانم جان نمیام. برو دخترم. تو کجا بذار مامان استراحت کنه. شیرین خانم جان جسارت نباشه.
خانم تنها باشم بهتره. این چند روزم حال خوشی نداشت. میگم ما تو این وضعیت همجوری کنیم بریم. نه من میگم صبر کنیم بریم چی میشه بعد. آخه دیر میشه. اگه ما تو این وضعیت بریم اینا نمیگن یهو چی شد ول کردن رفتن. یعنی به ما شک میکنن. بعید نیست. به هر حال ما باید همه جوانه بود در نظر بگیریم. خدا هم دلم نمیاد این زن بیچاره رو همجوری ول کنیم بریم. بعد برو میمونیم تا تکلیف معلوم باشه. برو بشو کن. باشه. قوی باش. آقا ببخشید نازبان خانم باید تنها باشن. تشریف بیاریم بریم. مثل تو کنشه. بالا برو بالا. کجا بودیم اون وقت؟ همین دم دست باشیم. صبح دست بزن. بفرما بالا.
فقط دعا کن بلایی سرش نیاد. صدق سر آزار اذیتای تو بعد بچه‌شو پیش از ماه دنیا بیاره. من حال و حوصله ندارم وگرنه 2 تیکت میکنم. بذار به حال خودم باشم. همین که همیشه تو حال خودت بودی اینجوری شدی. کسی نبوده تو دهنت بزنه بفهمونه به دنیا این شکلی نیست. تو که دیدی دنیا چه شکلیه، واسه 7 پشت هممون بسته. بله؟ شنیدی چی گفتم؟ پسره؟ پسره بگو پسر و مشتلقتو بگی. علی مرده. چی؟ علی مرده. یه بار دیگه بگو چی؟ مرده به دنیا آمد آقا.
زنمون سلام. دست از سر ما بردار دیگه آقا. ما به شما دختر نمیدیم. من که هنوز چیزی نگفتم. دختر ما رو شوهر دادیم زن. برو پی زندگی دیگه. اگه یه بار دیگه سنگ بزنی یا مزاحم بشی تو رو معرفی میکنم شعبانی ها. دست شما درد نکنه. من میخواستم یه خواهشی ازتون بکنم. اگه ممکنه فردا صبح اول وقت بریم به شیرین خانم بگین اون امانتی که قرار بود ببره مرزو فعلا نبره. دست نگه داره. امانتی چی؟ عکسا. چرا نبره؟ البته با من ربطی نداره. شیرین خانم حتما میپرسه. منصور رو گرفتن. اگه منصور گرفتن شما هم جانتون در خطره که. نه اون درنش خورسه. میدونه عکسا نباید لو بره. اگرم حرفی بزنه اطلاعات سوخته بهشون میده. در هر صورت شما باید از اینجا برین یه جای امن. الان بحران اینه که من نمیدونم از تیم منصور کیا لو رفتن. اگه اون رابطی که قرار بود عکس‌ها از شیرین تحویل بگیره لو رفته باشه جون اونم تو خطره. میمونم تکلیف این قضیه روشن شه. بچه ها خوابیدن خانم جان. براتون یکم شربت بهلیمو آوردم. برای حالتون خوبه ها. از سر شب تا حالا هیچی نخوردین خانم جان. آخه اینطوری که نمیشه. میخوایم برم کباب بگیرم براتون کباب بزنم؟ گلسنم. بله خانم جان. میخوام تنها باشم. تیبولا میسته. آخه اینطوری نمیشه که خانم جان. داشتم برای خانم میگفتم. ببین رو اعصاب من راه نرو. برو رد کارت. برو. چشم. دیدی بدبخت شدم داداش. دیدی؟ اگه منظورت معدنه که از حلقومشون میکشم بیرون. اگرم نشد نمیذارم آب خوش از گلوشون بره پایین. دیگه که برای من و تو نجوشه کله سگ توش بجوشه بهتره. اگر اون بچه طفل معصوم تو میگی که به قول آقامون خدا بیامرز هر موقع چیز بدی پیش میومد گفت شاید خیریتی توش باشه. بچه پسرم اگه بود پشتم به اون گرم بود. خب الان من هستم. پشتت باید به من گرم باشه. به تو پشتم به تو گرم باشه. کجایی نادر؟ بچه‌مو برد. معدنم ازم گرفت. همه چیزمو گرفت. همه رو بگو رفت جد آبادشون خندیدن. یه جوری میذارم این زمین که نتونه از جاش بلند شه. زیاد حرف میزنی نادر. زیاد حرف میزنی. این دفعه با بقیه دفعه ها فرق میکنه. کسی که بخواد با دار و ندار من و خواهرم بازی بکنه باش بد جورتون میکنم.
دختره افریته آتیش زد به زندگیم. عزیزم دختره که روی خوش نشون نداد به برزو هی پا پیچش میشد. بعد میزد تو دهنش. ببین از تای خیالت راحت، من نمیذارم آتیش به زندگیت بیفته. بیشتر از این میخوای اصلا من به تایه بگم دست این دختره رو بگیره با خودش ببره، یا اصلا خودت به خان بگو دختره رو روستا چاکم بکنه ببری بیرون؟ یه کاری برام میکنی نادر؟ جانم هرچی باشه بگو. بچه‌مو خاک کن. بچه‌م بابا نداره. اگه داشت تا الان باید پیداش میشد. بچه‌مو خاک کن نداره. بچه‌مو خاک کن. بچه‌مو خاک کن. خلیل بله خسته نباشید. بریم زیارت. زیارت؟ بریم کلبه تایه. الان؟ آره الان. بپر سواشو زود بریم. بجام بشین تو ماشین تا من بیام. اتفاقی افتاده آقا برزو؟ شازده که هنوز اینجا تشریف داری؟ چیزی شده آقا برزو؟ آقا برزو بذار یه چیزی رو بهت بگم که خوب متوجه بشی. من نه آقا برزوام نه برزوام نه برزو جان. من برزو خانم ارباب این ده. فهمیدی؟ اوی برزو چه خبره؟ به به تای خانوم هنوز نفس میکشی. شعر درست نکنه. تی خانه عزاداره. تی زن به تو احتیاج داره. بشو. منم عزادارم. بچه منم مرده. خیر سریعی تو تی زن بدبخت کرده. وگرنه یه زن سالم جوان چرا بعد دو ماه زودتر درد زایمان بگیره؟ اون زن نمیتونه پسردار بشه. خدا به ما پسر داد اما اون بود که نتونسته گرش داره. خجالت بکش. این چه حرفیه تو میزنی؟ تو غیرت داری جلو مرد غریبه این حرفو میزنی؟ غیرت؟ درباره غیرت با من حرف میزنی؟ و وقتی این پسره نامحرم تو خونه جناب نامحرم نیستم. دستتو به کشمت میگیرم. تو واسه خالات اومدی اینجا یا واسه دختر خالت؟ من بیکار بودم. بیکاری بهونه شد بیام یه سری بهشون بزنم. همین بیکار بودی؟ ببینم اگه جنابالی بیکاری و تو این ده هم کار پیدا نکنی پس باید جلو پلاستو جمع کنی از این ده بزنی به چاک دیگه. ها خیلی خوبه. هنوز این ده
اربابی داره که بی غیرت نشده باشه بذاره 2 تا آدم نامحرم تو روستاش راست را برن. فهمیدی؟ من حرفامو زدم. حالا ببینم فردا کی میتونه راست تو این روستا راه بره. خلیل بریم. خانم جان بفرستم یکی رو دنبال طبیب. در این میسوزینا. صدای برزوه. برزوه؟ بله. چرا نیومد تو؟ شما یکم ناخوش احوالین. اونم نتونسته حتما بیاد باهاتون روبرو بشه دیگه. برام آب بیار. به خان بزرگ. ببینم بیدار موندی که برای نوه مردت عزاداری کنی یا عزاداری پسرتو ببینی؟ همه این ده هر چی بگن حق دارن غیر از تو. غیر از تو. آه و ناله های مادرم خانم توکارو یادته؟ یادته؟ خان بزرگ دیگه خونت چراغش خاموشه. پشت و نسبی نداری. نه این پسرت بهت پشت داد نه این عروست با اون اجاق سردش. فقط حیف که خلیل تو دارم حرف میزنم و نمیشنوی؟ کجا بودین تا این وقت شب؟ حالم بدم آقا. چرا؟ چی شده؟ امروز وسط این مصیبت برزو رو بردم امامزاده. خاکم سر. اونجا برای چی؟ با تهیه بحثش شد. آقول این بشر دست از سر میجان بر نمیداره. الهی که به زمین گرم بخوره. حالا تعریف کن ببینیم چی شده. خدا خودش بخیر کنم. برو کنار. آقا تلخی شما با برزو خان تو این حال روز چه دردی رو دوام میکنه؟ روز من از سر داشتن همین پسره.
صحیح، شما صحیح میفرمایید، ولی الان جنگ و جدل که فایده ای نداره آقا. جنگ و جدلی در کار نیست. فقط میخوام هر چی داره و نداره ازش پس بگیرم. آقا الان وقتش نیست، به خدا الان وقتش نیست. چیز روی سرت میگذره؟ من میگم یه کسی که به یه بنده خدایی بد میکنه خدا تو کاسه خودش میذاره. الان مردن این بچه چه ربطی به شما خانم توکا داره؟ سرمو که بذارم زمین، خانه بزرگ ده ریشش خشک میشه با این پسر ناخلف. تفلک نازبان خانم بیشتر از همه داره عذاب میکشه. طمع اون معدنم همین پسر انداخت به سرم. باید میدونستم که اگر اون معدن در کار نبود به نازبانو نگاه هم نمیکرد. آقا الان مرده و میت از قبل بکشیم بیرون چه فایده داره؟ فقط خود شما اذیت میشید. ماگل. بله آقا. دارم تاوان میدم نه؟ همین که اجازه دادین من اینجا کار کنم که سرپناهی داشته باشم، همین از لطف شماست. حلالم میکنی؟ من کی باشم که بخوام خانو حلال کنم؟